این خریطه یا نقشه جغرافیایی دولت سامانیان است که در پشت مجسمه اسماعیل سامانی در مرکز دوشنبه حکاکی شده است. تا یک سال پیش اینجا خریطه دیگری بود که 30-40% حدود این دولت را فرا نمی گرفت. خریطه نو حاصل پژوهش علمی نیکروز سفرزاده، دانشمند جوان تاجیک است. اخبار خیلی زیادی از سرچشمه است که اشارت میکند که قلمرو دولت سامانیان خیلی گسترده تر از اون چیز که حاضر تصویر می شود. برای همین به من توصیه دادن که خب موضوع جغرافیای تاریخی دولت سامانیان را برای تحقیق انتخاب کنم و با استفاده از این اخبار منابع همین نقشه کامل یا خود همین خریطه نوی دولت سامانیان که عملاً در همون قلمرو عرضی وجود کرده است در پی همین تحقیق تهیه بشود. پس از انجام پژوهش این دانشمند، اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان به حکومت شهر دوشنبه پیشنهاد می‌کند که بر اساس دستاوردهای نوی علمی نقشه مجمع اسماعیل سامانی را نو کنند. رهبریت اکادمی ملی علم با هیئت اون استادانی که مشورت داشتن در یک جلسه این مکتوب ما رو بررسی کردن و گفتن که واقعا همین چیز همین دستاورد صورت گرفته است و این نقشه میسازد که در اینجا نصب شود و در اساس این مکتوب کردن به مقامات اجرایی شهری دوشنبه و مقامات اجرایی هم رهبریت حکومت شهر هم اینا به خوشنودی استقبال کردند و در اینجا نصب کردند. تا این وقت نقشه دولت سامانیان بر اساس نوشته های شرقشناسان شوروی و خارجی، اینچنین بازیافت های تاریخ شناسان تاجیک از جمله اکادمیک باباجان غفورов تهیه شده بود. در نقشه های قبلی تقریبا همین قلمروی که از همین بیابانی مرکزی میان فارس و خراسان در سمت غرب قرار گرفته است، در اون نقشه های قبلی اینا از حدود دولت سامانی بیرون نشان داده می شدن. یا مثلا سیستان، این زرن که مرکزی اون است، در حالی که اخبار سرچشمه تاریخی اونجا اثبات میکنن که چگونه امیر اسماعیل سامانی ولایتدار خود را به سیستان میفرستد، در دوره پسرش این حکومت تقویت می شود و در کرمان هم این گونه، در گرگان و تبرستان پسر عموی امیر اسماعیل حاکمیت صاحب می شود. تاریخ‌نگار تاجیک نورعلی دولت میگوید در زمان شوروی به جغرافیای تاریخی خصوصا دولت‌های گذشته مردمان آسیای مرکزی چندان توجه نمی‌کردند. به قول او حالا که امکان پژوهش عمیق‌تری تاریخ ملی فراهم شده است، نمی‌توان این کار را بزرگنمایی تاریخی نامید. هر گپی که می‌بیاد سند دارد، استناد می‌آورد، مثلا سرچشمه‌های تاریخی رو می‌آورد. بحث علمی همیشه وجود داشته می‌تواند. مثلا امکان دارد که بعضی‌ها مثلا نظر خود را گویند یا راضی نباشند، اما من فکر می‌کنم که هر جانبی که اگر گپ می‌زند باید دلیل بیارد که مثلا علم به بحث نمی‌شود. دولت سامانیان در برابر برمکیان، طاهریان و صفاریان یکی از نخستین دولت‌ها از خانواده‌های محلی پس از 300 سالی حمله عرب‌ها در ماورانهر و خراسان بود که سال 819 میلادی تأسیس شد و تا سال 999 دوام کرد. در دولتداری سامانیان زبان فارسی زبان دولتی شد و حکومتداری بر اساس آیین‌های دیرین مردم ایران تبار از جمله ساسانیان ساخته شد. پس از فروپاشی شوروی، تاجیکستان به عنوان میراثبر تمدن نیاگان خود جشن 1100 سالگی دولت سامانیان را در سال 1992 با حضور مهمانان زیاد از جمله دانشمندان کشورهای گوناگون جهان برگزار کرد. همان سال مجمع مجسمه اسماعیل سامانی در مرکز دوشنبه که از تندیس شاه اسماعیل سامانی، آثارخانه و نقشه جغرافیایی دولت سامانیان عبارت بود، بنیاد شد.